کار و عمل میکنن. بفرمایید. من تمام. جناب مانی عزیز، ببینید من تفاوت چندانی در ماهیت استبداد مستقر با استبداد در به در نمی، یعنی هم استبداد مستقر یعنی جمهوری اسلامی و هم استبداد در به در که فعلا در قالب پادشاهی خواهان این روزها داره سر و شکل خودش رو نشان میده، هیچ کدامشان باور به حق مردم ندارن و خیلی هم عیان اشاره میکنن که دموکراسی کلیشه مبتذل، مردم در جایگاهی نیستن که تصمیم بگیرن و خب این حقایق رو شما از نزدیکان اون شخص میتونید به راحتی بشنوید، هرچند خود او مزورانه گاهی این وره گاهی اون وره و سعی میکنه همه رو به بازی بگیره. اما خب طبیعیه در امر سیاسی، من عرض کردم شما نیاز نیست خمینی باشی جنایت بکنی، یه خلخالی داری او مجوز این کار رو داره و انجام میده. یعنی جالب اینی که این افراد خلخالی ها رو جنایتکار میدونن و جنایت او رو منتسب میکنن به شخص روح الله خمینی. کاملا هم درسته. اگر خلخالی دستوری از خمینی نداشت، خودسرانه دست به این کار میزد، خب خمینی میتوانست بعد از اولین اعدام جلوی او رو بگیره. افراد پیرامون شخص آقای رضا پهلوی رو شما نگاه بکنید، از همسرش یاسمین پهلوی که شما اشاره کردید تا مشاورینش، همه به دنبال ایجاد چوبه هایی دارن، همه به دنبال این هستن که بگن دموکراسی نباشد. اون نیت درونیشون این هاست. اگر هم گاهی اندکی تعارفاتی دارن، چون همان جنبه های تقیه و خودعه دینی در اونها هم وجود داره. بنابراین در درون این دو تفکر ماهیتا شما تفاوتی نمیبینید، اما ابزارها سر و شکلشون ممکنه متفاوت باشه. ممکنه آخوندها بلد نیستن انگلیسی صحبت کنن، آقا بلد انگلیسی صحبت کنه، اما برای استقرار حکومتشون حاضرن با جنایتکارترین بخش نظام یعنی آخوندها و سپاهی ها هم مذاکره کنن، بنشینن. چراغ سبز دادنهای مدیر مسئول های روزنامه های کیهان که روزگاری برای همین نخبگان جامعه ما پرونده سازی میکرد و امروز صحبت از تاجزاده شاهزاده میکنه، برای همینه. چون میدونه این گیاهی که او میخواد در همون مرداب پرورش پیدا میکنه. یعنی او میتونه کیهان جدیدی بسازه، این بار در دربار شاه، در دربار شاهزاده. این بار هم میتونه با دوستان دیگری که بازمانده های مجاهدین و گروه های دیگه هستن پرونده سازی بکنه برای مردم. به کارهای استبداده. اون بینندگانی که ما که میگن 57 ها متوجه نبودن خمینی کیست، ولی امروز دنبال کسایی میرن که متوجه هستن اینها که هستن، خیلی عجیبه. طرف بی‌پروا میگه دموکراسی یعنی چی؟ من چکمه آقا رو باید میلیسیدم. گروه های دیگر رو نگاه بکنید، همه رو فاسد میدونن، اجنبی میدونن، خیانتکار میدونن، غیر ملی میدونن، تقاضای حذف همه رو دارن به غیر از گروه خودشون. صبح تا شب بر علیه دیگران پرونده سازی، ارتش سایبری درست کردن هستن. آیا ما اینا رو نمیبینیم؟ گناه امروز ما از 57 ها خیلی بدتره. اونا خمینی رو نمیشناختن، خب ابزار نداشتن، خب اما الان که این همه ابزار و تکنولوژی و همه چیز در اختیار ماست، فکر نمی کنید چرا زباله تفاله های مجاهد بلافاصله جذب اون گروه میشن؟ فکر نمی کنید پرونده سازان سپاه و کیهان و گاهی دیگه چراغ سبز به اونها نشون میدن؟ دلیل چیه؟ چه دلیلی داره؟ چون اونا خودشون میدونن در چه فضایی میتونن تنفس کنن. اونا نمیتونن بیان جلوی جناب مانی بشینن با آقای مانی ائتلاف کنن، چون آقای مانی اون رو پس میزنه. نمیتونن جلوی نیروهای دموکرات بشینن، چون اول باید نسبت به کارنامهشون جواب پس بدن. اما میدونن یه آقایی هست در گذشته مامانش و باباش پول مردم رو بردن، او خودش پاش گیره، بنابراین از من حساب نمیکشه. یه آقایی هست به من نیاز داره چون پرونده سازی میکنم،
مثل ساواکی ها برای این و اون. بنابراین به من نیاز داره. شما در کدوم دستگاه دیدید جانیان ساواک رو بگن عالی جناب، بیارن رونمایی بکنن؟ و دقیقا جناب مانی بزرگوار، ببین شما فکر آیشمن رو بیاری، حالا ایشون البته آیشمن نیست ولی مثال میخوام عرض کنم، در درون دستگاهی برشونیش، بعد بگی تعریف کنید، بفرمایید یهودی‌ها رو چطور کشتید، اونم شروع بکنه حق به جانب صحبت کردن که تازه ما مثلا اعلیحضرت گوش نمیداد، وگرنه اگر من بودم که این کارو میکردیم اون کارو میکرد. ببینید مشکل عمده هاست. بعد ما نگاه میکنیم که این شبکه من و تو مثلا داره مثلا حقایق تاریخ رو میگه، داره به ما یاد میده که اون زمان چه خوب بود، ساواک مقصر نبود، همه تروریست بودن، هر کی ما رفتیم گرفتیم. شما آیشمن هم بیاری همینو میگه، میگه اینا همه آدمای گناهکار بودن، مگه ما آدم بیگناه کشتیم تا الان؟ بعد میگه من همه هر کاری گناهکار. کردم وظیفم بوده، به خاطرش حقوق میگرفتم و مسئولین تقصیر داشتم، من که یک کارمند ساده بودم آدم کشتم. خیلی ساده تموم. چرا مانی واقعا فاجعه است برای فرهنگ اخلاقی یک جامعه، فرهنگ سیاسی یک جامعه. یعنی در اون شبکه رو باید گل گرفت که شما بری آیشمن رو بیاری اونجا بنشونی، بعد بگی خب شما توضیح بده چقدر اون زمان بله خیلی خوب بود، اون زمان اینطوری میکردیم اونطوری میکردیم، بعد یه عده بگن عالی جناب. شما فکر از دل اینا چی میخواد بیرون بیاد؟ اینایی که معتقدن ما کم کشتیم، خیلی ها رو باید میکشتیم که از دست ما در رفتن، حالا که از اون سفره محروم شدن، ببینید فردا اگر ایران رو به دست بگیرن چه جنایت هایی میکنن. تازه جدا از اون باقی مانده جنایتکاران فرقه های سیاسی و خود جمهوری اسلامی هم دارن جذب میکنن. یعنی کادری که الان استبداد در به در تکمیلش کرده کادر مردمی نیست، کادر اعمال جنایتکاران است. اولین وزارتخونه ای که به شما قول میدن همین امروز بگی آقای رضا پهلوی، اولین وزارتخونه آماده چیه؟ میگه ساواک. آدماش هم دارم، رئیسش هم دارم، فکرش هم دارم، پرونده سازش هم دارم، همشو دارم. خانم منم اون پشت شعارشو میده، قسمت بانو کارگروه بانوانش هم راه انداختیم، رئیس شد. این واقعیت جامعه سیاسی است. چرا جناب مانی رژیم گذشته برای اینکه سربلند بیرون بیاد خودش رو با بدترین رژیم تاریخ ایران، حالا بگیم مثل جمهوری اسلامی، مقایسه میکنه؟ یه مقالطه‌ای داریم، مقالطه اثر مقایسه‌ای. شما برای اینکه در برابر کارنامه غیر قابل دفاع کنی، خودتو با بدترین ها مقایسه میکنی. یعنی مثلا میگی پسرم چرا نمرت شده 8؟ میگه بابا میدونی حسنی شده 1. یعنی میخواد بگه من 7 نمره از اون بالاتر گرفتم. دیگه خودش رو با رژیم های بهتر مقایسه نمیکنه، یا حتی اون چیزی که باید انجام میداد وظیفش بود. آقا من برات این همه خرج کردم، همه چیز در اختیار دادم، چرا گرفتی 8؟ این رژیم بدترین رژیمی است که حداقل ما در تاریخ دیدیم. جنایت‌هایی انجام داده که شاید رژیم‌های دیگه انجام نداده. رژیم پهلوی برای اینکه خودش رو سربلند نشان بده با اینا خودش رو مقایسه میکنه. یعنی خودش این نکبت ها، مدح شبه ذم، یعنی همین مقایسه کردن خودشون با یک الفاظ و عناوینی که مثلا نگاه بکنی میگیم آقا ساواک، میگه بعد خب البته وزارت اطلاعات رو نگاه بکنی، زندان‌های رژیم رو نگاه بکنید، میگه بابا اینا جنایتکارترینان، شما برای اینکه سربلندی با اینا مقایسه میکنی. این عمق فاجعه است. استبداد چرا سعی میکنه ذهن ما رو منحرف بکنه؟ کارنامه پهلوی رو بیاره آقا دزدیاتون رو به ما جواب بدید. این پولهای مردم کجا رفته؟ مجلس رو کی ببینید همین بخش رو بخونید، خیلی جالبه. جان لاک داره به همین مسئله اشاره میکنه. میگه در این مورد شک ندارم که هر کس خواه فرمان روا باشد یا فرمان بردار با توسل به زور به حقوق شهریار یا مردم تجاوز کند،
و بذر فروپاشی قانون اساسی و بنیانهای هر حکومت عادلی را بیفشاند، به تصور من او مسبب بزرگترین جنایتی است که یک انسان قادر به انجام آن است و باید جوابگوی همه آسیب‌ها و گزندهای خونبار، غارت و چپاول و ویرانی‌هایی باشد که تکه پاره کردن حکومت‌ها برای کشور برمغان می‌آورد و کسی که چنین کاری را می‌کند باید به درستی باید او را دشمن همگان و آفت بشریت به شمار آورد و بر همان اساس با او رفتار نمود. سخن جان لاک چیه؟ میگه کسی که قانون اساسی رو تعطیل میکنه، بنیانهای هر حکومت عادل رو از بین میبره، این بزرگترین دشمن بشریته، بزرگترین جنایتکاره. حالا ما رضا شاه رو میگیم کبیر که قانون اساسی بهش دادیم تعطیلش کرد، مجلس بهش دادیم تعطیلش کرد، یه 4 تا احزاب نیمبند بود تعطیلش کرد. بعد برمیگردن میگن رضا شاه کبیر. اگه این رضا شاه رو میبری جای جان لاک میشوندی، جان لاک میگه بابا این از این جنایتکارتر شما میخواین؟ در قبل از قاجار در دوران مشروق ما مجلس نداشتیم، بله، قانون اساسی نداشتیم، بله، 4 تا حزب هم نداشتیم، بله، انجمن هم نداشتیم، بله. صحبت ما بعد مشروطه است، جایی که این مردم نشان دادن میخوان در برابر استبداد بایستن، شاهی رو عقب بردن، پاسدار قانون اساسی شد، پاسدار مجلس شدن. آیا کشته دادن براش یا نه؟ مگه شیخ فضلالله نمیخواست مجلس تعطیل بشه؟ کی کار شیخ فضلالله رو پیش برد؟ رضا شاه. کی خواست قانون اساسی تعطیل بشه، مجلس نداشته باشیم، گروه های مختلف نباشن؟ کی این کارو کرد؟ رضا شاه. ببینید مشکل عمده ما اینه. آقا 4 تا دانشگاه ساخت، بله ساخت، مگه جمهوری اسلامی دانشگاه نساخته؟ تعداد دانشگاه های جمهوری اسلامی 100 برابر رژیم پهلویه. ولی چه دانشگاهی؟ دانشگاهی که توش 2 تا انتقاد سیاسی نمیشه کرد، روزنامه هایی که 2 تا انتقاد نمیشه کرد، چه به در چی میخوره؟ جان لاک میگه اینا دشمن بشریتن، اما ما اونا رو میگیم رضا شاه کبیر. بعد ادامه میده جان لاک، یه نکته جالبی میگه، اینو به عنوان ختم کلام عرض کنم. میگه همونطوری که ما متخلفین رو مجازات میکنیم، حاکمان رو باید به 2 دلیل بزرگتر با تأکید بیشتر مجازات بکنیم. یک، این که از قانونی که در اختیارشون قرار دادیم سوء استفاده میکنن، یعنی با ابزار قانونی مردم رو سرکوب میکنن. و دومی که به امانت ما خیانت کردن. این خیلی مسئله مهمی است که کسی خائن به امانت مردمه، کسی که پول نفت مردم رو برده خائن به امانت مردمه. اگه ذره شرف داره باید برگرده بیاد بگه بله بابام این پول نفت رو برد، مامانم این پول نفت رو آورد، این مبلغش اینقدره، بنده هم این رو تقدیم ملت میکنه. طرف به نام مردم ایران از کشورهای دیگه پول میگیره، بشقاب میذاره سر شام $500 میگیره. باور میکنید اینو به کی باید آدم بگه؟ یا آقا با من شام میخواید بخورید، این بشقاب 500. باور کنید خمینی حداقل 4 تا ظاهر رو حفظ میکرد، خمس میگیره، میگم شرعیه، اونم کلاهبردار بودا. اما دیگه این کلاهبرداری های جدید دیگه ما نداشتیم. بشقاب بذارم چون آدم سیاسی هستم، بیایید با من شام بخورید، میخواید بخورید $500 $1000. خب این فرد سر سفره نفت مردم بشینه؟ مگه یک پنی به شما میده؟ مگه یه سنت به شما میده؟ مگه 1 ریال به شما میده؟ این که هنوز یه آخرش چیز سریالی بود در جمهوری اسلامی پخش میکرد، یه پیرزنی بود، نواش بهش میگفتن مثلا مادر بزرگ فلان، میگفت تو جیب منو نزن. مثلا گفت میخوای کاری واسه انجام بدم، مادر بزرگه میگفت تو جیب منو فعلا نزن. داستان ایناست، میخوان انقلاب کنن، شما فعلا جیب ما رو نزن، این پول صندوق اعتصابات رو بده، شفافیتت رو نشون بده، چقدر به نام مردم پول گرفتی.
خب همینه مشکل عمده ما جناب مانی بزرگوار، همین. چون یک رژیم هیولاوار نشسته بر قدرت، ما چشممون رو بر روی یک هیولایی که الان نوزاده بستیم، در حالی که این اگه قدرت بگیره داستان همینه. تا ما مردم به حق خودمون آگاه نشیم، مطالبه نکنیم و از همه مهمتر قدرت داوری خودمون رو پیدا نکنیم، مال ما رو میبرن، بعدم میگن به شما لطف کردیم.